معاذ بن جبل میگوید وجود مبارک پیامبر منو اعزام میشد برای یمن و غیر یمن، برای نظیر همین سفیران هدایت که اعزام میشن برای تبلیغ، برای هدایت مردم. فرمود حضرت به بدرقه من میآمد که من سوار شتر میشم یا سوار اسب میشم، آخرین سفارش بکند. ابن اسیر جزری در جامع الاصولش نقل میکند معاذ ابن جبل گفت آخرین سفارش رسول اکرم علیه و علی آله آلا و تحت السلام که می آمد پای شتر من یا اسبی من که سوار بشدم، آخر ما اوصانی عند وضع رجلی فی القرض احسن خلقک یا معاذ. حضرت می آمد کنار شتر من یا اسب من برای خداحافظی، اون وقتی که من پا رو می داشتم تو رکاب که برم، آخرین جمله هم که می فرمود واظب اخلاقت باش. برای اینکه مردم رو علم اداره نمیکنه، مردم رو اخلاق اداره میکنه. اکثری مردم اهل تحقیق و دقت های علمی نیستن. شما حالا خیلی محقق شدی، فقط به درد حوزه و دانشگاه میخورید. مردم از خلق و روش و منش بهره میگیرن. طرح بسیار از مسائل علمی برای جامعه نافع نیست. شما دقیق ترین مسائل فلسفی یا کلامی یا فقهی یا اصولی رو به بازار عرضه کنید، خریدار نداره. اما وقتی مؤدب بودید در برخوردتون، در رفتارتون، در گفتارتون، در روشدارتون، مردم متأثر میشه. لذا معاذ میگفت به اینکه آخرین سفارش حضرت این بود احسن خلقک للناس. به بعد میفرمود به اینکه اکمل المؤمنین یا اکبر الناس ایمانا احسنهم خلقا. در قیامت اگر درجات افراد رو بخوان بسنجن، برابر با خلق حسن میسنجن. حدیث بعدی هم میفرمود این که لا شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. بالاخره در ترازو باید یک کار سنگینی یا عمل سنگینی یعنی وزینی با مغزی آورد. فرمود بهترین چیزی که باعث ثقل و سنگینی ترازوست همین حسن خلق. حدیث دیگر فرمود به این که خیلی ها در قیامت علاقمندن به من نزدیک بشن، ولی اون روز کسی را با قرارداد جلوی ما نمیارن. هر کس اخلاقش بهتر است پیش ما نزدیکتره. اقرب الناس الی مجلسا یوم القیامه احسنهم خلقا.